بگم آقا ما یه ماشین نوشتیم از 3 ماه پیش بود 2 ماه پیش بود یه ماشین نوشتیم تحویل 30 روزه. بعد من چهارشنبه بود زنگ 30 روز کاری 30 روز کاری آره چهارشنبه زنگ زدم بهش گفتم آقا این الان 2 ماه شده. میگه که 2 ماه رفت چک کردید که نه 2 ماه هنوز 26 روزش رفته. گفتم چرا؟ گفتش که 30 روز کاریه یعنی 4-5 روز دیگه. ما گفتیم خب یه حساب کتاب کنیم. حساب کتاب کردیم گفتیم آقا پنجشنبه جمعه تعطیلات حساب نمیشه، شنبه ها تعطیل حساب نمیشه، برق میره تعطیل حساب نمیشه، اگه نمیدونم تهران آلودگی هوا داشته باشه تعطیلات اینا همه حساب نمیشن توی جزء کاری نه. بعد حساب کتاب کردیم نه راست میگی 26 روز. آقا پس توی 3 ماه ما اگه یه نفر گفت آقا 3 ماه من هیچ گویی نشدم بدون 24 روزش رفته. بقیه ما تعطیلات بودیم، تو تعطیلات بودیم. اینه که هنوز ماشین رو تحویل نگرفتیم. من نمیدونم یه این 4-5 روز شاید 1 ماه بگذره دیگه. ان شاء الله میگیره.